سرخط مهمترین خبرها. رئیس پیشین کلوب را پیش از مهلت از زندان آزاد کردند. مقامات یک سبب افزایش بیماری‌های زکام و راه‌های نفس را هوای غبارآلود گفتند. مجازات یک ازبکستانی برای شرکت در جنگ اوکراین. روز بخیر بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است با خبرهای اخیر از تاجیکستان و بیرون از آن. امروز 3 دکبر سال 2025 است. بهرام اینایت‌زاده رئیس پیشین شهر کلوب که 12 سال از آزادی محروم شده بود پیش از مهلت از زندان رها شده است. مقامات در این باره خبر نمی‌دهند. پیوندانش آزادی اینایت‌زاده را تصدیق کرده گفتند که حالا او مشغول طبابت است. محبت عزت و خواهر بهرام اینایت‌زاده روز 2 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت برادرش 2 هفته پیش از محبس رها شد. عزت و گفت دقیق نمی‌داند که برادرش با کدام شرط آزاد شده است. بهرام اینایت‌زاده در ماه نوامبر سال 2020 با گناه سوء استفاده از منصب، رشوه‌گیری و از خود کردن مال و ملک غیر به 12 سال زندان محکوم شد، ولی او و پیوندانش اتهام‌ها را بی اساس خوانده بودند. خودش در واکنش به حکم دادگاه گفته بود که عدالت سودی در تاجیکستان نیست. اینایت‌زاده که در گذشته در منصب رئیسی شهر استرافشان و وکیل مجلس ملی کار کرده است، سال 2019 رئیس شهر کلوب تعیین شد و در این مقام همگی 1 سال کار کرد. نام او زمان پرسر و صدا شد که مالکان شرکت منسوب به پسر بیگ صبور را تنقید کرد. در پی حمله ها از خاک افغانستان به شهروندان چین در 2 ناحیه نزد مرزی تاجیکستان که 5 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت، وزیران کارهای خارجی تاجیکستان و حکومت طالبان تلفنی صحبت کردند. وزارت کارهای خارجی طالبان روز 2 دکبر در اعلامیه نوشت که امیرخان متقی و سراج‌الدین مهرالدین به ادامه تماس نیروهای مرزی، همکاری‌های امنیتی و برگزاری نشست‌های کمیته‌های مشترک توافق کردند. جانب تاجیکستان در مورد این تماس تلفنی تاکنون ابراز نظر نکرده است. بر اساس اظهارات طالبان، متقی گفته است که امارت اسلامی افغانستان آماده است در تحقیقات مشترک درباره روند کشته شدن شهروندان چین در خاک تاجیکستان با این کشور همکاری کنند. در 4 سال پس از به سر قدرت آمدن حکومت طالبان در افغانستان باری اول است که دیپلمات‌های ارشد تاجیکستان و گروه حاکم در افغانستان در این سطح با هم تلفنی صحبت می‌کنند. یک مهاجر ازبک را در وطنش برای زرخریدی جزا دادند. ساکن 22 ساله ولایت سمرقند از طرف روسیه بر ضد اوکراین جنگیده است، ولی پس از مجروح شدن از بیمارخانه حربی فرار کرده به سفارت ازبکستان در مسکو مراجعت نموده است. رسانه‌های ازبکستان با استناد به قرار دادگاه نوشتند جوان سال 2021 از ازبکستان برای کار به روسیه رفته با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و 9 سال زندانی شده بود. به نقل او ینوری سال روان اجباراً به قسم حربی در ولایت ریزان و از آنجا به جنگ سفربر شده است. 1 ماه بعد او جراحت برداشته با کمک سفارت ازبکستان به وطن برگردانیده شد. با توجه به اظهار پشیمانی کردن او، دادگاه وی را 4 سال به حبس خانگی محکوم کرده است. زرخریدی سابق باید از منزلش بیرون نشود و تحت نظارت بماند. بنا به یک فیلم مستند که خدمات امنیتی ازبکستان درباره زرخریدان ازبک در جنگ اوکراین تهیه و نشر کرده بودند، دوام 3 سال اخیر در این کشور 338 پرونده مربوط به زرخریدی باز شده است. شرکت سامسونگ الکترونیکس روز 2 دکبر نخستین تلفن 3 قبطه خود را معرفی کرد تا موقعش را در بازار پررقابت تلفن‌های همراه مستحکم تر کند. تلفنی که در جیب شما جای می شود خرد نیست و می تواند تا 25 سانتی متر وسیع شود. همکارم طاهر سفر در این باره گزارشی را تقدیم می کند که خبرگزاری رویترز آماده کرده است. تلفن نوی سامسونگ که به قبل 3 ورق دارد، تلاش دیگر این شرکت عظیم در بازار استحصال تلفن‌های همراه است که رقابت در آن سال به سال سخت‌تر می شود. تلفن گالاکسی Z 3 فولد از 3 لوح عبارت بوده، در مقایسه با تلفن پیشین سامسونگ گالاکسی Z فولد 7 25% بزرگتر است. اگر پول کافی دارید می توانید آن را با قیمت $2440 بخرید. معاون مدیر سامسونگ میگوید تلفن نو از آن نوع تلفن‌های خاص است که بعضی از مشتریان می‌خواهند. با باور من بازار تلفن‌ها با لوح نرم وسیع‌تر می‌شود.
تلفن گالاکسی فولد 7 مشتاقان زیاد یافت و ما از این زیاد آموختیم. تلفن 3 فولد به خصوص میتواند این بخش مهمی بازار را رواج دهد. فروش تلفن سامسونگ 3 فولد از روز 12 دکبر در کره جنوبی آغاز می‌یابد و همین سال در چین و سنگاپور، تایوان و امارات متحده عربی هم آن را می‌توان یافت. فروش آن در امریکا در 3 ماه اول سال آینده آغاز می شود. کی به تاجیکستان می رسد معلوم نیست. انتظار می رود رقابت در استحصال تلفن های هوشمند با لوح نرم سخت‌تر شود. شرکت هواوی چین ماه سپتامبر گذشته همین گونه تلفن خود را معرفی کرد. انتظار می رود شرکت اپل هم سال آینده همین کار را کند، اما این نوع تلفن ها حالا خریدار زیاد ندارند. تحلیلگران شرکت کانترپوینت ریسرچ گفتند که نوع تلفن ها در بازار جهانی امسال کمتر از 2% فروخته شدند و تا سال 2027 حصه آنها در بازارها پایانتر از 3% میماند. در یک ماه اخیر در تاجیکستان شکایت‌ها از گرفتاری به بیماری زوکام و راه‌های نفس یک بار زیاد شده است. متخصصان یکی از سبب‌های افزایش این بیماری‌ها را به کاهش بارشات، تغییریابی اقلیم و هوای غبارآلود ربط می‌دهند. مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایت سوخ در یک مراجعت از ساکنان خواسته است برای پیشگیری از بیماری‌های موسمی چاره‌های ضروری بهداشتی را جداً رعایت کنند. به گفته این نهاد، نشانه‌های اولین بیماری‌های موسمی عادتاً با بلند شدن حرارت بدن، سلفه، درد گلو، خستگی ناگهانی و درد موشک‌ها آغاز می‌یابند. مرکز توصیه داده است که هوای اتاق‌های کاری و استقامتی باید منتظم تازه کرده شوند و پوشیدن نقاب در جای‌های سیر و دم را نیز این نهاد مهم نامیده است. پزشکان این نهاد تاکید کردند که ساکنان از استفاده خودسرانه آنتیبیوتیک ها باید خودداری کنند. سالهای اخیر مخصوصا در آخر فصل تیر ماه و آغاز زمستان شکایت ها از زکام و بیماری های شدید راه‌های نفس در کشور زیاد می شود. و گفته ساکنان نشانه های این بیماری با کووید 19 مانند است. مقامات میگویند این زکامی موسمی است. کاربران با ارسال نوار و عکس به آزادی از سوختار در یک مکتب شهری وحدت خبر دادند. حادثه شب یکم به 2 دکبر رخ داده. در نوار دیده می شود که بینای آتش گرفته است و ساکنان در تاریکی تلاش دارند با ظرف‌های آب آتش را خاموش کنند. و گفته شاهدان سوختار در بینای مکتب رقم 86 رامیت صورت گرفته است. سبب و پیامدهای آن معلوم نیست. مقامات در این باره شرحی ندادند. اما در نوار و عکس‌ها دیده می شود که بام بینا و تیره‌های آن در سوختار ضرر دیدند. تمام بگم خیلی مکاو در گرفته. Ами алова китобхона дар гирифта чи? Китобхонаро бичинам. Чирдагама дар гирифта черда. در این فرصت برنامه بخش یک روز تاریخ را می‌بینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 دکبر را فرا می‌گیرد. 3 دکبر در تاجیکستان روز افراد امکانیتشان محدود یا معیوبان است. در این کشور 154,000 نفر از جمله زنان و کودکان به حیث معیوب ثبت شدند و نفقه ناچیز و بیکاری یکی از مشکلات اصلی این گروه به شمار می رود. حکومت تاجیکستان بر اساس یک تحقیقات معلوم کرد که 30% کودکان معیوب از والدان خویش و تبار تولد شدند. با یک قرار ازدواج خویش و تباری در کشور منع شده است. 3 دکبر سال 1999 یک فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره بالا بردن مقام زن در جامعه امضا شد که هدفش تشویق بیشتری دختران و زنان به تحصیل و کار می باشد. با این وجود معلوم شده است که شمار زنان کارگر در ساختارهای حکومتی نه بیشتر از 30% بوده، نقش زنان بیشتر در سطح میانه ساختارهای بودجویی مثل آموزگاری و رشته طب به نظر می رسد. مشکل تحصیل در دانشگاه‌ها با سبب‌های کمبود اقتصادی و فشار عقیده‌های افراطی یکی از مانع‌های اصلی رشد زنان تاجیک گفته می‌شود.
3 دکبر سال 2010 عبدالملک بهاری نویسنده فانتاست و نمایشنامه‌نویس معروف تاجیک درگذشت. اثرهای علمی و تخیلی او خوف دکتر منصور، زنبور عینکدار، غرایبات نادر و دیگرها برای رشد ژانر فانتاستیک در ادبیات تاجیک عصر 20 سهمگذار شد و بهاری را به حیث بنیادگذار ژانر فانتاستیک تاجیکی معرفی کرد. عبدالملک بهاری عنوان شاعر خلقی تاجیکستان و همچنین جایزه به نام رودکی را گرفته است. شبانه روزی اخیر ارزش $100 آمریکایی در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 923.930 سامانی را تشکیل می‌دهد. 1000 روبل روسی به 121 سامانی برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 3 دکبر چنین تعیین شده است. بیننده عزیز، تشکر برای همراهی. نوید بامدادی بود با چند خبر. خبرهای دیگر را در ادامه روز از سامانه رادیوی آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خیر تا فردا.